کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید. فصل 5، دانش تخصصی. هر بدبیاری، هر شکست و هر دلشکستگی با خود به همان اندازه یا بیشتر امتیاز مثبت دارد. گام 4 به سوی ثروت. ما با دو نوع دانش عمومی و تخصصی روبرو هستیم. دانش عمومی بدون توجه به اندازه و تنوع آن نقش چندانی در تحصیل ثروت بازی نمی کند. دانشکده ها در دانشگاه های بزرگ در مجموع همه دانش های بشری را در خود نگهداری می کنند. با این حال اغلب اساتید دانشگاه ها از بضاعت مالی خوبی برخوردار نیستند. دانش به خودی خود اسباب تنعم نمی شود مگر آنکه به کمک برنامه های عملی مشخص این دانش سازمان بگیرد و به سمت هدف قطعی کسب درآمد هدایت شود. به توجهی به این حقیقت، علت سردرگمی میلیون ها نفر انسانی بوده است که گمان میکنند دانش قدرت است. هرگز چنین چیزی نیست. دانش در نهایت قدرت بالقوه است و تنها زمان به قدرت بالفعل تبدیل می شود که آن را به شکل برنامه قطعی در راستای هدف معین هدایت کنیم. در واقع این همان حلقه گم شده است که در تمام نظامات آموزشی آن را می‌یابیم و می‌بینیم که مؤسسات آموزشی در آموزشگاه های خود در این باره که چگونه سازمان بگیرند و از دانش خود استفاده کنند ناکام می‌مانند. بسیاری به اشتباه گمان می‌کنند که چون هنری فورد آموزش رسمی چندانی ندیده بود و آموزش اعتقادی نداشت. کسانی که این اشتباه را میکنند متوجه معنای آموزش نیستند. کلمه آموزش در زبان انگلیسی از یک کلمه لاتین اقتباس شده که مفهوم اطلاع از درون را متداعی میکند. انسان تحصیل کرده لزوما کسی نیست که دانش عمومی و تخصصی زیاد دارد. انسان تحصیل کرده کسی است که ذهنش را وسعت بخشیده و با کمک آن میتوان به خواسته خود برسد. میتوان به آن که حقوق دیگران را زیر پا بگذارد و آنچه میخواهد دست یابد. جاهلی که موفق شد. در سالهای جنگ جهانی اول روزنامه شیکاگو ضمن چاپ مقالات آقای هنری فورد را از انسانی جاهلی معرفی کرد. آقای فورد اعتراض کرد و سرانجام روزنامه شیکاگو را به خاطر این افترا مورد پیگیری قانونی قرار داد. در دادگاه وکیل مدافع روزنامه شیکاگو آقای فورد را به جایگاه شهود فراخواند تا بی‌سواد بودن او را ثابت کند. وکیل مدافع از آقای فورد سوالات متعددی کرد. هدف او در تمام این موارد این بود که ثابت کند که با آنکه آقای فورد در زمینه تولید اتومبیل اطلاعات تخصصی فراوان دارد، مرد بی‌سواد و جاهل است. از جمله آقای فورد پرسید بندیکت آرنولد کی بود؟ انگلیسی ها برای سرکوب شورش سال 1876 چند سرباز به آمریکا فرستادند. هنری فورد در پاسخ به این آخرین سوال جواب داد از تعداد دقیق آنها خبر ندارم، اما شنیدم شمارشان به مراتب بیش از کسانی بود که جان سالم به در بردند و به انگلستان برگشتند. و سرانجام آقای فورد که از این طرز سوال کردن آنها خسته شده بود در پاسخ به یک سوال توهین‌آمیز در حالی که انگشتش را به جانب وکیلی که این سوال را کرده بود اشاره رفت گفت اگر بخواهم به این سوال احمقانه و سایر سوالاتی که از من می‌پرسید جواب دهم، باید به شما بگویم که من روی میز کارم دکمه های برقی متعددی دارم و می توانم با فشار دادن آنها هر سوال را که در ارتباط با شغلم و آن نیاز دارم مخابره کنم. من کسانی را در استخدام دارم که می تواند به همه سوالات من پاسخ بگویند. ممکن است به من بگوید چرا باید مترصد اطلاعات کلی و عمومی شوم، و حال آنکه کسانی را دارم که می توانند من را در پاسخ دادن به سوالات درباره کارم یاری دهند. مسلماً پاسخ فورد منطقی بود. این پاسخ وکیل را خیلی سلا کرد. همه حاضرین در دادگاه فهمیدند که این جواب پاسخ یک انسان جاهل نیست، بلکه پاسخ کسی است که می‌داند جوابهایش را از کجا بگیرد.
باسواد کسی است که می‌داند چگونه علم و اطلاع خود را به برنامه‌های مشخص عملی تبدیل نماید. هنری فورد به همه اطلاعات تخصصی مورد نیازش دسترسی داشت. این گونه بود که او به یکی از ثروتمندترین مردان آمریکا مبدل شد. لزومی به این نبود که خود آقای فورد همه اطلاعات را داشته باشد. می تواند همه اطلاعات تخصصی مورد نیاز خود را فراهم آورد. قبل از حصول اطمینان از این که می تواند میل و اشتیاق را به معادل پولیان تبدیل کنید، باید در زمینه کارتان اطلاعات تخصصی کافی داشته باشید. ممکن است به دانش تخصصی بیشتری که خود می تواند داشته باشید احتیاج داشته باشید. در این صورت باید کمبود اطلاعاتی خود را با گروهی صاحب نظران و اندیشمندان جبران کنید. انباشت ثروت مستلزم قدرت است و قدرت از دانش تخصصی سازمان یافته حاصل می شود. اما این دانش لزوما نباید در محدوده ذهنی کسی که می خواهد به این هدف برسد ثابت شده باشد. در نتیجه می بینید کسانی که مایل به کسب درآمد و ثروت هستند اما خود از دانش تخصصی لازم بهره اند نباید مایوس شوند. بدانیم که گاه اشخاصی از عقده حقارت رنج میبرند، زیرا خود را تحصیل کرده و آموزش دیده نمی‌پندارند. کسی که بتواند گروهی متخصصین مورد نیاز را دور هم گرد آورد و آنها را سازمان دهد، خود انسان آموزش دیده و تحصیل کرده است. فراموش نکنیم که توماس ادیسون تنها 3 ماه به مدرسه رفت. او بی‌سواد نبود اما در فقر نمرد. هنری فورد بیش از 6 سال به مدرسه نرفت اما به مرد ثروتمند تبدیل کرد. اطلاعات تخصصی از جمله فراوان‌ترین و ارزان‌ترین خدماتی هستند که می‌توانید به آن دست یابید. اگر به این گفته شک دارید، میزان حقوق اساتید دانشگاه‌ها را مطالعه کنید. راه خرید دانش را بیاموزید. قبل از هر چیز تصمیم بگیرید که به چی دانش نیاز دارید و چرا آن را می‌خواهید. تا حدود زیاد هدف شما در زندگی که در راستای آن حرکت میکنید نوع دانش مورد نیاز شما را مشخص میسازد. پس از آن که این را مشخص کردید باید اطلاعات دقیق درباره منابع دانش به دست آورید. از جمله مهمترین آنها عبارتند از 1. تجربه و آموزش شخصی. 2. تجربه و آموزش موجود در دیگران. 3. کالج ها و دانشگاه ها. 4. کتابخانه ها. در مورد اخیر بدانید کلیه دانشی که تاکنون در جهان ایجاد شده در کتاب ها مندرج هستند. 5. دوره های آموزش تخصصی. باید دانش را سازمان دهید و آن را استفاده کنید. باید از دانش برای رسیدن به هدف مشخص استفاده کرد و از برنامه های عملی کمک گرفت. دانش اگر به سوی هدف ارزشمند هدایت نشود بی‌ارزش است. اگر بخواهید در مدارس و دانشگاه ها درس بخوانید قبلا مشخص سازید که این دانش را برای چی می خواهید، برای چی مترصد این دانش هستید. آنگاه ببینید که این دانش را از کجا می توانید به دست آورید. باید منابع قابل اعتماد پیدا کنید. انسان‌های موفق هرگز در تحصیل دانش تخصصی در ارتباط با هدف خاصشان متوقف نمی شوند. اشخاصی که موفق نیستند اغلب به اشتباه گمان میکنند که کسب دانش و اطلاعات با پایان یافتن دوره های رسمی آموزش در مدارس و دانشگاه ها به پایان میرسد. حقیقت این است که رفتن به مدرسه و درس خواندن برای کسب اطلاعات عملی کار چندانی صورت نمیدهد. بدانیم که قانون روزگار ما داشتن تخصص است و این نکته است که آن را رابرت مدیر سابق دانشگاه کلمبیا به آن اشاره میکند. نیاز به متخصصین. اغلب شرکت ها در جستجوی کسانی هستند که در زمینه های متخصص باشند. فارغ التحصیل دانشکده های مدیریت بازرگانی، داشتن اطلاعات تخصصی در حسابداری و آمار، انواع مهندسین، روزنامه‌نگاران، آرشیتکت ها، شیمیدان ها، آرکیتکت ها و نیز مدیران برجسته و اشخاص پویای طبقات بالا. کسی در محیط دانشگاه فعال بوده که شخصیتی داشته که میتواند با اشخاص مختلف کنار بیاید و کارهای مختلف را انجام دهد، در مقایسه با دانشجوی درسخوانی که صرفاً در درس خواندن موفق بوده است خواهان بیشتری دارد. بسیاری از افراد
بسیاری از افراد با این مشخصات به مدارج و مشاغل سطح بالا رسیدند. صاحب یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکا طی نامه‌ای که به آقای مور نوشت درباره افراد مورد نیازش چنین میگوید: من به کسانی علاقه‌مندم که بتوانند در کار مدیریت پیشرفت‌های استثنایی داشته باشند. به همین دلیل به کیفیاتی مانند منش، شخصیت ذکاوت و فراست بیش از زمینه آموزش ها بها می‌دهم. پیشنهاد کارورزی: آقای مور با توجه به شرایط پیشنهاد کرد که دانشجویان در ادارات، فروشگاه ها و صنایع در مدت تعطیلات تابستانی خود کارورزی کنند. آقای مور معتقد بود هر یک از دانشجویان کالج باید پس از 2 یا 3 سال تحصیل حرفه‌ای قطعی آینده خود را انتخاب کنند و اگر تاکنون به هدف و سرگردان رشته‌های غیر تخصصی را طی کرده اند، در کار خود تجدید نظر کنند و از ادامه تحصیل در رشته‌های نامناسب دست بکشند. او معتقد بود که کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید نیازهای تخصصی، حرفه‌ها و مشاغل موجود را برآورده سازند و مؤسسات آموزشی مسئولیت مستقیمی در زمینه راهنمایی‌های حرفه‌ای بر عهده گیرند. یکی از مطمئن‌ترین منابع کسب دانش برای اشخاص نیازمند به آموزش‌های تخصصی شرکت در مدارس و کالج‌های شبانه است که در اغلب شهرهای بزرگ وجود دارد. در امریکا بسیاری از کشورهای دیگر آموزش‌های مکاتبه بسیار گسترش یافتند و به ویژه در زمینه‌هایی که امکان آموزش مکاتبه فراهم است، فعالیت گسترده مشاهده می‌شود. یکی از مزایای طی دوره‌های آموزش در منزل انعطاف پذیری این برنامه هاست. وجود این انعطاف در زمانهای مطالعه به شخص امکان می‌دهد که در ساعات فراغت خود مطالعه کند. نقطه نظر جالبی که نتیجه نیکو داد. اکنون اگر موافقید مثال بزنیم. فروشنده‌ای که در یک خواربار فروشی کار میکرد شغلش را از دست داد. او که در زمینه دفترداری و حسابداری اطلاعات اندکی داشت، در یک دوره حسابداری کوتاه‌مدت شرکت کرد تا با آخرین علم و اطلاعات موجود در این حرفه آشنا شود. شخصیت مورد اشاره ما تصمیم گرفت که برای خودش کار کند. او قبل از هر کس به سراغ خواربار فروشی رفت که سابقا برای او کار میکرد. بعد از امضای قرارداد با او بیش از 100 کسبه برای رسیدگی به دفاتر مالی آنها قرارداد امضا کرد. نظر او به اندازه عملی بود که اقدام به ایجاد واحدهای حسابداری سیار کرد. وانتباری تهیه دید و آن را به دستگاه‌های پیشرفته مجهز کرد. این شخص در حال حاضر ناوگانی از وانهایی دارد که روی آن عملیات دفترداری بسیاری از واحدهای تجاری را انجام می‌دهد. او جمع کثیری را استخدام کرده است و در ازای خدمات خود پول ناچیزی دریافت می‌کند. دانش تخصصی در کنار قوای تخیل تنها چیزهایی بودند که این شخص را موفق ساختند. در سالی گذشته مالیات بر درآمد پرداختی این شخص در برابر مالیاتی بود که صاحب فروشگاه او زمانی برایش کار میکرد پرداخت نمود. میتوانم به نقطه نظر دیگر اشاره کنم که بعد درآمد بیش از این منجر گردد. اشاره من به فروشنده است که دست از فروشندگی کشید و به دفترداری مشغول شد. وقتی این پیشنهاد را به او کردم آهی کشید و گفت: نظر جالبی است، اما چگونه آن را به پول تبدیل کنم؟ به عبارت دیگر او نمیدانست که چگونه دانش دفترداری خود را به بازار ارائه کند. حالا مسئله دیگر ایجاد شده بود که باید آن را حل میکرد. دفترچه جالبی تدارک دیدم که در آن درباره امتیاز نظام جدید دفترداری به تفصیل بحث شده بود. صفحات دفترچه را با دقت تایپ کردند. ارائه این کتاب با اطلاعات موجود در آن به اندازه جالب بود که دیری نگذشت که دفتردار ما بیش از حد توانایی خود مشتری جلب کرده بود. برنامه رسیدن به شغل ایدئال.
در سراسر کشور هزاران نفر زندگی میکنند که به خدمات یک متخصص در امور تجارت که بتواند در کار بازاریابی خدمات مشخص مؤثر واقع شود احتیاج دارند. ماجرایی که شرح میدهیم به دلیل یک ضرورت ایجاد شد، اما کار تنها به ارائه خدمت به یک نفر تمام نشد. زنی که به این کار همت کرد قوای تخیل قوی داشت. او در این ساخته و پرداخته ذهن خود حرفه جدید را میدید که به هزاران نفر کسانی که به بازاریابی عملی برای خدمات شخصی خود احتیاج داشتند خدمت کند. این خانم در پی موفقیت فوری در نخستین برنامه برای بازاریابی خدمات شخصی به تهیه راه حلی برای مشکلات مشابهی که پسر تازه فارغ التحصیلش با آن روبرو بود پرداخت. پسر این خانم برغم همه تلاش خود نمیتوانست خریداری برای خدمات خود بیابد. برنامه‌ای که این مادر برای پسرش تدارک دیده که جالبترین برنامه‌های است که تا به حال دیدند. این دفترچه از 50 صفحه به زیبایی تمام تایپ شده تشکیل می شد که در آن اطلاعات طبقه بندی شده درباره توانایی، تحصیلات و تجارب پسرش درج شده بود. اطلاعات گسترده دیگری نیز به همین ارتباط فراهم آمده بود. او در این کتاب شرح کامل از شغلی را که پسرش طالب آن بود ارائه داد. در کنار آن تصویری زیبا از برنامه‌ای که او برای رسیدن به این موفقیت در نظر داشت ترسیم شده بود. تهیه این دفترچه هفته ها وقت گرفت. در تمام این مدت تقریبا هر روز مادر پسرش را به کتابخانه ها میفرستاد تا اطلاعات در مورد فروش خدماتش تهیه کند. او همچنین پسرش را به سراغ تمام رقبای کارفرمای احتمالی او میفرستاد تا از آنها اطلاعات حیاتی درباره روش‌های کاری که برای تهیه این برنامه از اهمیت فراوان برخوردار بود تهیه کند. وقتی کتابچه تهیه شد، حاوی پیشنهادات بسیار جالبی برای استفاده و سود کارفرمایی احتمالی در بر داشت. مجبور نیستید که از صفر شروع کنید. جواب ساده دارد. ممکن است کسی بپرسد که چرا باید برای رفتن یک شغل و حفظ آن این همه زحمت کشید؟ جواب ساده دارد. درست انجام دادن کارها هرگز مشکلی ایجاد نمی کند. برنامه‌ای که این مادر برای فرزندش تهیه کرد به او کمک نمود تا او به شغل مورد نظرش برسد. در واقع این پسر در همان نخستین مصاحبه استخدامی خود به کار دعوت شد. از آن گذشته مطلبی که بیش از حد اهمیت دارد این بود که پسر مجبور نشد که از صفر شروع کند. او به جای اینکه از پایان ترین رده سازمانی شروع کند، از سطح مدیریت میانه و به حقوق در سطح مدیران شروع کرد. آیا هنوز میپرسد که چرا باید این همه زحمت را به خود هموار نمود؟ شروع کردن از پایان ترین رده سازمان و صعود در این سلسله مراتب به نظر ساده میرسد. اما مسئله اینجاست که بسیاری از کسانی که از پایان ترین رده سازمانی شروع میکنند هرگز آنقدر رشد نمیکنند که دیگران به هنر و درایت آنها پی ببرند و به همین دلیل در رده پایان سازمان باقی میمانند. از طرف دیگر بدانید که چشمانداز شغلی در رده های پایان سازمانی آنقدر دلگرم کننده و روشن نیست. اشتیاق را در شخص میکشد. وقتی از پایان ترین رده های سازمانی شروع کنیم چنان اسیر کارهای یک نواخت میشویم که هرگز به ذهن ما نمیرسد. میتوانیم آن را کنار بگذاریم. و همین دلیل است که میگوییم بهتر است بجای شروع از قعر سازمان از یکی دو پله بالاتر شروع کنیم. وقتی در رده های بالاتر قرار میگیریم پیشرفت دیگران را میبینیم، فرصتهای مناسب را درک میکنیم و از آنها استفاده مینماییم. از نارضایی به سود خود استفاده کنید. دان هال پن نمونه جالبی است که میتوانید به او اشاره کنید. وقتی هال پن در کالج درس میخواند، مدیر تیم فوتبال بسیار مشهور نوتردام بود. او کالج را در زمانی نامناسب به پایان رسانید. حدود دهه‌های نزدسی بود. در شرایط کسادی عظیم پیدا کردن شغل بسیار دشوار بود. او توانست بر اساس دریافت کمیسیون به کار فروش سماعت الکتریکی اقدام کند. هر کس می توانست چنین کاری بکند و اینها را هالپن به خوبی می دانست. اما همین موقعیت
درهای فرصت مناسب را برای او گشود. تقریبا 2 سال تمام او به کار ادامه داد که به آن راغب نبود و اگر برای این نارضایتی خود کاری صورت نداده بود هرگز نمیتوانست خود را از شر آن خلاص کند. و ابتدا تصمیم گرفت که در مقام دستیار مدیر فروش شرکتش سرگرم به کار شود. در گرفتن این شغل موفق شد. همین یک قدم حرکت به سمت بالای او را به اندازه ترفیع داد که بتواند از فرصت‌های مناسب دیگری که وجود داشتند با خبر گردد. او در جای قرار گرفت که فرصت مناسب هم میتوانست او را بیابد. دانهال پین در کار فروش صنعت به قدر موفق عمل کرد که آقای اندروز مدیر عامل شرکت دیکتوگراف که در واقع رقیب شرکتی بود که هالپن در آن کار میکرد در صدد برآمد اطلاعات درباره او که شرکت دیکتوگراف را از بسیاری از مشتریانش محروم ساخته بود به دست آورد. اندروز دانهالپن را به همکاری دعوت کرد و در همان نخستین جلسه گفتگو هالپن مدیر فروش شرکت او شده بود. آقای اندروز برای آزمودن توانایی‌های هالپن به مدت 3 ماه به فلوریدا رفت و به هالپن فرصت داد تا در کار جدید خود غرق شود. اما او غرق نشد. او در این کار به اندازه موفق گردید که به سمت معاون مدیر عامل شرکت انتخاب شد و این کاری بود که به ندرت کسی را تجربه کمتر از 10 سال میتوانست به آن دست یابد. اما هالپن در مدت کمتر از 6 ماه به این مهم نائل آمده بود. نکته مهمی که میخواهم به آن تاکید کنم این است که اگر میتوانیم به مناسب بالا و مسئولیت های در خور توجه برسیم، همان طوری که میتوانیم در صورت تمایل در قعر سازمان خود باقی بمانیم. نقش مهم همکاران. در اینجا میخواهم به نکته دیگر اشاره کنم و آن این که موفقیت و شکست ناشی از عادت هستند. من کمترین تردیدی ندارم که همکاری نزدیک هالپن با بزرگترین مربی فوتبال آمریکا در او اشتیاق کاشت که او را بلند آوازه کرد. اعتقاد من به این نظریه که همکاران در شکست و موفقیت افراد نقش حیاتی دارند به خوبی در مورد پسرم بلر که میخواست با دانهالپن برای تصدی شغلی مذاکره کند روشن می شود. آقای هالپن در شروع کار به پسرم حقوقی را پیشنهاد کرد که 2 برابر آن را با کار برای سایر شرکت های رقیب به دست می آورد. من به پسرم توصیه کردم که این شغل را بپذیرد، زیرا معتقد بودم که همکاری نزدیک با کسی که هرگز با سختی ها و مصائب کنار نمی‌آید خود سرمایه است که هرگز نمیتوان آن را به وسیله پول ارزیابی کرد. با دانش تخصصی نقطه نظرهایتان را شکوفا کنید. خانمی که برنامه فروش خدمات شخصی را برای پسرش تهیه کرد اکنون از سراسر کشورهای برای تهیه کتابچه‌های مشابه برای کسانی که می‌خواهند خدمات شخصی خود را به بازار ارائه دهند سفارشات متعدد دریافت می‌کند. نباید تصور نبود که برنامه او صرفاً شامل تهیه یک برنامه فروش زیرکانه برای اشخاص است که می‌خواهند در اعضای کاری که از آنها ساخته است پول بیشتری دریافت کنند. در واقع این خانم نه تنها به منافع مشتریان خود علاقه‌مند است بلکه به منافع کسانی که خریدار این خدمات میشوند نیز بهای فراوان می‌دهد. بنابراین برنامه‌های خود را طوری تدارک می‌بیند که کارفرما ارزش کامل پول اضافی را که می‌پردازد دریافت کند. اگر شما خیالی در سر دارید و می‌خواهید برای خدمات شخصی خود درآمد بیشتری به دست آورید، می‌توانید از این پیشنهاد به عنوان یک نیروی محرک استفاده کنید و می‌توانید درآمد نصیب خود سازید که در مقایسه از درآمد متوسط دکترها، وکلا و مهندسین که سالها در کلاس درس خواندند بیشتر است. قیمت مشخصی برای نقطه نظرهای سالم وجود ندارد.
در پس همه این نقطه نظرها دانش تخصصی نهفته است. متاسفانه برای کسانی که نمیتوانند به تنعم و ثروت برسند، دانش تخصصی به سادگی قابل تحصیل است. اگر شما دارای قوت تخیل و تصور هستید، این فصل احتمالاً به شما نقطه نظری داده است که برای ترویج کسب ثروتی که به آن علاقمند هستید کافی است. توجه داشته باشید که نقطه نظر مسئله اصلی است. دانش تخصصی را می توان در هر گوشه یافت. این بود ختم فصل 5.